سلام دوستای گلگل من. خوبید؟ جانشون جوره و خیلی دست و پایشون خوبه. دلت تازه. خدا خوب باشید، جور باشید، در هر جای قد مسافران خوب خودکن در جای دنیا باشید، خوشحال باشید، جور و تیار باشید. قد فاملای خود تاریخ بگم 2026 9 اپریل 1405 29 اپریل میشه، 9 اردو 28 میشه. 2026 29 اپریل 1404 9 اردو 28 روز جمعه ساعتم 12 نزدیکی شاید 15 دقیقه مونده شد، معلوم نمیشه دیگه، نزدیک یک میشه، کم مونده ده یک و 15 دقیقه. جمعه نه، چهارشنبه دیگه. گفتم اما یک زن قدرش معلوم نمیشه، از صبح که بال میشه تمام شاور چقدر چرخ بخور کار کن. هی قدرشی هیچ کس نمیفهمه که مرتی کوکسته از سر کار میه نیلغیش بازی دیده، خانهش جارو بده، ظرفا شسته، دیگ تیار، نمیدونم انو کالای شسته و توکته، انوس هم تیم میده که توی نیت کار نگده، انوس جنجال نه، چایش تیار ده پیشی. هر روز که باید سر خاطر پایش ماچ کنه چی اجازه سرشی یکان هر روز که باید یک مثلا نفته یک دفعه گل باید بخشش که سایه سر است توی که ماده برو دیل جمعرم بچه دارم دیگه شرم از روز دختر بازی خلاص اوش فکرش از دختر بری مردم جمع. اما خاطر قدرش بید نه خدا کنه که دو طرفش خوب باشد، دو طرف یک دیگر درک کنه. یعنی دیگه امروز ما مترکاریم گفتم یعنی پیاز یک دفعه پیاز داغ کدم که چیز کنم از سوزی کمک نش پیاز آردد مر چیز کنم اون کم درم خورد پس از دیلم جور نشد. از اینی نمیشه بگیرم بخشی بامیان، نمیشه بخشی چیز نصف کنم بخشی پیاز سوزی دیگه. هم چرخ پیاز ندارم، یک دفعه دیران چرخ پیاز خودم سوزیر میده قیلم کردم، یک دفعه بیریم قیلک داد نمیشه میده نمیشه آبی بسم الله قیلک داد خوبش قیلک داد. اما ما 12 متر بروش ممگید خوب خالایید از اونجا آگم نیمه ساتیم هستم زود در میکنم از اونجا شور کدم ما کدم کی چیز کده این پیاز را تا یه سوزیر قیلک داد سابی بسم الله چرک خیر بیرید قیلک داد. این در چرخ پیاز چرخ نزو پیش یاد نداشتم، از او پاس میگرفتم من مر چرخ میکردم از اونجا در چرخ میکردم از او پیش میده قیلم کردم دیگه. اینا چرخ پیاز ندارم، یعنی اینی خوبش نمده. اینی ما دیزده یک جای کجا وش کدم خمده کجا وش کدم گفتم امیر چه بیخرم گفتم رو پینی خیر یک روز مایی دیگه. اینا لیادم نمنده کجا وش کدم که برم بیخرم چرخ پیاز دیگه. اونوتر امی چیز بیشتر روشیم نبود جستی امی چیز شد دیگه. این بامیام خیلی نیه کار خاطو بچه گوغه تا سر کار میاد دیل من موسم میگم نان تیار کنم بیلی مادر دیل سوزم است زن مادر بخیش دیل سوز امر نه نان بیار چی میاری امروز دیگ نداشت ما گفتم بیا بچه تو مر بر ناز نکن مقدر آلما خرابه. از تخت خواب یک خورنده کورس گفت بخشی خون زود تختی نان خوری بیخد ما گفتم اگه جای بیشم سوزی تخت نان خوری بیخد چیز کن
ولیش دیگه لگو ام یوتیوب من سبسکرایبرز پیری تیک تاک گشتم یوتیوب گشتم جوانی او مر مسخره نکه که تو ده پیری اگو به اقلام گبور نماز کشمر ده نماز از ما چیز غرض ده جوانی ده گردایش بودم نان روست من نمیخوردم که چی اجدی مر نان نمیداد چی اختیار کوریخ نداشتم امیال که پاس پیری که ما ده جیس خود شدم شما میگید تور ده تیک تاک چیز غرض تور در ما چیز غرض Ali TikTok گشتم بردم و سابسکرایب کرد. انا مایی ستایل منی TikTok و یوتیوب را در روزی تا 500 نفرم ستایل منه یکو ایدیو بیلی. امور برد سابسکرایبم کنید دوستا و سیادلی نکید. دنیای دروزه نکوش نمازه میگذره. میگذره ای دنیای دروزه نکوش نمازه میگذره خیلی دوستای گلم خدا نجور باش همه‌شیم دوست دارم تشکر که ماری مایت نید تشکر شما خیلی مایت نید ما طرف شما انرژی دارم انا روزگار ندارم پول ندارم دوستا وستم همش تم بچه من مسدود که در چلپا کشیده شما در ما بچه ایدم دوستا بستیدم خواریدم مادریدم هر چیز هسته اینه بس دوستای گلم با میار یخ زده تازن چی گفتم من می چیز کنم گرفتم چوقای کدم با میاره بامیان را یعنی چی شو کنم لواب شی داشت که چرکم بامیان میاد دیگه یعنی بامیان من دیگ شو کنم من دیگ بخور امور خوب چیز نکی بلدیم که مثلا خوب لواب جور کدم سه دنک لواب شو کنم قشنگ چی لواب جور کدم سه دن پیاز قیلکدم دیگه چیز کدم یعنی سیر اوش نبدد خوب قدر قیلش داد دیگه خبر ندارم همیال یک دوستیم زنگ زد که این می رقم که جور نی قدرشک ما قدر خوش می قدرشک این میده پیاز قد لوبیا خوش می 4 نشد خوب زور لواب باید بلیش فرش کدوم دیگه اشتی کمکش بخشی 4 دانه شده کمکش بخشی پیاز بیلم پیاز کمک دا 4 دانه 5 دانه زور چرب میاد نظرشیم دوستای گلم چرب دیگه شیوید نکنم همی لواب بسه بچیم 5 دانه نه در نظر من دوستا گلمش منو که کم چرب شد دوستای گلم جاش خالی که سبای بخوریم دوستا این دفعه گفتم پیاز نیشی داشتیم سوزی کنیم نشو بدیم دوستای گل من مقبول من دوستای دیل یعنی پیاز یک قسل لواب من داد دیگه یه کمک پیاز داغ کردم گفتم تو پست قد از پیاز نیشی گفتم چیز کنم این سوزی جور کنم موضوع گفت پیشتر قنزغشم گفتم که چیز نشده از تایزی آتیش داغ کنم
قدازی گرد کنم. این سوزی سر نان بخوری سوزی جور کنم. هیچ پلک دیگه کم میشیش ده کمک پلک میماده کتر پلک ایران افغانستان الی نمیماد. یعنی کم لواب بخشی زیزی تیک دم امروز ولی با میا قدر لواب شد مزو پیش یک دانه پیاز زرد میکردم. امروز قدر لواب شدم تو باشد که چی رقم میه. نظرم کم شیر میکردم یعنی لواب تو میکردم. پشیمان شدم پشیمانم پشیمانی تو باشه گلی لرگیز خریداری تو باشه گلی لرگیز خریداری تو باشه خیرو لوابش کم ترون شیم کرد میکمک بلزی شیم کرد با میام خوب شمایه سر لواب اینی خیلی قشنگ شد خوب شد خوب شد نش پیازه دیگه نش پیازه جایش خالی این تکی چیز سفید مایه سفید نیه که مثلا دیو سفید مایه هی دوستای گلگولم دوستم درم عزیزای من دوستای گلم همی خدنم گه دو نفر آدمی تو چیز کار داری به من خدا که صبح که بالشتم منال ساعت دو سه میشه 2:50 چند دقیقه که صبح بالشتم من ماد از می نشتم اما چای صبح خوردم ساعت 8 به نظر مره دیگه که می بالشتم دیگه کمک دم سر چای صبح شتم دیگه ما شور خوردم دیگه یعنی قدر امروز پس با اینجا سیاه پست کدوم گندنه از مال اقل تو میگه چیزه تو چیز کار نی تو نفر آدم چیز کار داره ما کویت ساموید نمیتونم خبر اینی با اینجا سیاه را پست کنم بیلم پست کنم ریزه کنم بوشم ده یخچال بیلم که چقدر تا فرصت نم کیش چیپس کنم فرصت کنم ده کنم دیگه امروز اون پیاز جردم پیازم شیرینم ده خسکنده نمیچیم قچه باید گرد که امروز نیش بخورم که دیگه دیگ ندارم که مگنا امروز گوش نیم دیگه مجبور موضوع بخورم دیگه اون با میار جور کدم اون پیاز را لواب جور کدم دیگه اینیر پست کدم اشغالی قدرشت جمع کدم پستی پیاز شده دیگه پستی گندنه مندنه شده چیز اینی رقم اینی مگه چیز کار داره 2 نفر آدم هم کار داره انا دوستای گوله این نیست بیکاریزمه ما سامونم حالا کو با میاشم جور شد دمی پیاش خوبشنم ده شیریم ده کم گندنه قچی دم بیره گرد کنه اینجا گفتم تو باشتم از پیاش ببرم اما تک مزه کدم شیری مزه میده چشم خالی باید بخورید و اینجانشم اما قیله کدم چیپس کنم خیلی نمانده در ما به خدا صبح تبالم قشور خوردم دوستای گل های پیری هنیت رقم باید دوستا بخوری این قسم بخشیق سر کدم که قصر نان بخورم دیگه گفتم قسکندنه برم صبح پنجشنبه بازار سر نبرد پنجشنبه ایره دادم صبح پنجشنبه بازاره قسکندنه بیرم قدازی قیلک نگرد کنم خوبش باید یاد کچالو خوبش مایه که گندنه شمو رانمایی کد مره کچالو قدازی گرد کنم گندنه عزیزای دل جایشم خالی اینی نان رو گاه دادم گفتم بچه رو میگه مزی بخور قیرونش نگدی بیروم شه نخورده به خدای چشت بلی سرش مایه نیره
یعنی رشته من نخورده. فقط نانی بعد 2 روز کی بشه نانی که دیل از اونش نما بخوریم، نان خوش رو بخوره. چیز کارگره دیگه، چاره ندارم. این بالای تخت خورم، بالای میز غذا خوری ندارم. میج میشیم دم مراست میشه. که جای یکشم خالی عزیزای دیلم. دوستیم دارم عزیزای